درود بر دوستان عزیز، در خدمتتونم برای آموزش این پاپیون بسیار زیبا که من با سوزن تبدیل وصل کردم که به راحتی ببینید. خب برای آموزش این مدل ما به 6 سوزن احتیاج داریم. یعنی این 3 تا 6 تا سوزن، 6 تا دانه سراندازی میکنیم. 6 دانه سراندازی میکنیم به این حالت و 2 رج میبافیم. 1 رج، 2 رج. حالا احتیاج به قلاب 2 تایی داریم. قلاب 2 تایی و 3 تایی لازم داریم. از این 6 سوزن از سمت چپ 2 تا در میاریم، 1 دونش رو خالی میذاریم و 2 دونه رو کشش میدیم که سوزن های ما بشه 8 تا دونه. ببینید به این حالت کشش دادیم و حالا اینا رو میدیم جلو. 1 رج، 2 رج میبافیم. باز تکرار از سمت راست 2 تا در میاریم و از سمت چپ هم به همین صورت به حالت کششی 1 دونه خالی میکنیم. باز 2 رج میبافیم. ما به همین صورت احتیاج به 3 تا ژوته داریم. این شد 3 تا ژوته ما. 1 2 3. حالا چیکار میکنیم؟ 2 رج دیگه میبافیم و حالا سوزن رو باز میاریم روی همون 3 تا و 3 تا، یعنی 6 تا سوزن وسط و روی اینو 8 رج میبافیم. 1 2 3 4 5. گوشواره افتاد. 4 5 6 7 8 رج. 8 رج میبافیم و اینجا دونه هامونو از سر ماشین در میاریم. میتونید با سوزن تبدیل در میارید، میتونید با قلاب محکدار در بیارید، چون که میخوایم بافتمون رو جمع کنیم به این حالت و به این صورت و نخمون رو از این جدا میکنیم. این شد این طرف بافت ما. خب حالا میایم از این طرف که 6 تا دونه سر انداختیم دونه گیری میکنیم. ببینید الان بافت ما به این حالت شد. 6 تا دونه از اینجا دانه گیری میکنیم از کنار بافتمون. 1 2. توی گره ها دونه بگیرید، چون که میخوایم بافتمون باز نشه. توی گندمی ها نگیرید، توی گره ها دونه بگیرید که بافتمون باز نشه. و اینم سوزن 6 تا دونه گرفتم و حالا اینجا چیکار میکنیم؟ نخمون رو به این نخ وصل میکنیم که اینجا نخ اضافه نداشته باشیم. یه گره کوچیک میدیم. خب 2 رج میبافیم اول. 1 رج و حالا اگه دید اذیت میکنه میتونیم اینجا رو به این حالت با دست ببافیمش، چون کوچولوه راحته. 1 رج و این 2 رج. 2 تا پارتو میزنیم و دستمون رو میاریم اینجا. 2 رج روی اینو بافتیم، چون گره بود من این کارو کردم. حالا مثل طرف قبلی اون قسمتی که بافتیم باز 3 تا ژوته ایجاد میکنیم. این 1، این 2 تا، این 3 تا. خب باز اینجا 2 رج روش میبافیم. 1 2. دوباره با قلاب 3 تایی رو کم میکنیم 2 طرف باز بشه 6 تا و 8 رج روش میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8. باز با قلاب محکدار دونه ها رو میگیریم و در میاریم. و حالا یه باف میزنیم و کورش میکنیم تا نخ یک کم بزرگتر قیچی میکنیم و بافت ما به این صورت شد. حالا 2 طرف